نوای نی. بشنو از نی چون که کاید می کند از جدایی ها از نگهستان تا مرا ببریدن از نفیرم مرد زن بر قله بلند تحسر ستاده به قربت انسان میاندیشد، به قربت انسان. به این دل به فریب بسته و پیوند از اصالت هستی گسسته، به این از بلندای لقد کرم نابنی آدم به زیر آمده و زیور علم الاسماء را به دور افکنده. آن که افلاک را زیر پای داشته و در قرب معبود پاک جا، و حال غریبانه بر توده‌ای از خاک نشسته. و اینک این همیشه غریب در دیاری که با خزف کالبدش آشناست و از گوهر جانش جدا، در نای اعتراض می دمد و سینه‌ای شرح از فراق می جوید تا با او شرح درد اشتیاق باز گوید. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند.
که از نگستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. به دامن هر کس در می‌آویزد و با هر شوریده‌ای می‌آمیزد. درد بزرگ خود را با که در میان گذارد، که مرهمی بر زخم پنهانش نهد و التیامی بر جراحت وجدانش بخشد. گم شده ای را می جوید و سوخت دلی می طلبد، تا شکوه از جدایی سر کند. جدایی از ابدیت، جدایی از فطرت، جدایی از نور، جدایی از سرچشمه فیاض اصالت آدمی، خداگونگی. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. دیده بران را غبار تن حجاب چهره جان است و عاجز از درک آن، که چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است. روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. هر کس را فراخور گمان خود پنداری است و درمانده از فهم اسرار، حالان که صاحب نظران را تن ز جان و جان ز تن مستور نیست. و لهم قلوب لا یفقهون بها، و لهم اعین لا یبصرون بها، و لهم آذان لا یسمعون بها. اینجا دیده ای باید که معنا بیند و گوشی که سر سویدا شنود. پس می خروشد و می جوشد که آتش است این بانگ نای و نیست باد. هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر نی فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهانست در لبهای وی. یک دهان نالان شده سوی شما، های و هویی در فکنده در سما. لیک داند هر که او را منظر است، کین فغان این سری هم زان سر است.
بشنو بزم چون که تاید می کنم از جدایی ها شکایت می گزنگستان تا مرا ببریده از نفیرم مرد هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، هر کسی کو دور ماند از اصل باز جوید روزگار وصل
من به هر جمعیتی نالان شدم من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شده آتش بانگ نایا نیست آتش است این رنگ نایا نیست
دمسردان را نرسد که سوز درون عاشقان سوخته بینند و در ضمیر مشتاقان دل باخته منزل گزینند. چه این مقام آن را میسر تواند شد که در تف عشق گداخته و در کوی معشوق مسکن ساخته، گوهر وجود خود شناخته، لاجرم به دوست پرداخته و در هر چیز و هر سوی جلوه معشوق بیند و از هر لب نوای معبود شنود. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. دمدمه این نای از دمهای اوست، های و هوی روح از هیهای اوست. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. گر نبودی ناله نی را ثمر، نی جهان را پر نکردی از شکر. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست. ناپختگان را به اسرار سوختگان آتش عشق راهی نیست و نااهلان را در سرای لیم الله پناهی نه، که این حال موقوف عنایت ایزدی است و این مقام در خور عارفان سراپرده سرمدی که اهل البیت ادری بما فی البیت. تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد، هر که خاک در میخانه به رخسار نرفت. گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل، در و یاقوت به نوک مژه‌ات باید سفت. اینجا دل سوخته میخرند و جان افروخته میطلبند، که مدعیان از حضور دورند و عافیت جویان در حصار تن محصور. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. ناله نی داستان قربت انسان است که از نای سوخت جانی چون عارف ربانی مولانا جلال الدین محمد بلخی برخاسته و شعله در خرمن احساس مشتاقان زده است. انسان همان پرنده صدر پروازی که از فرازنای ملکوت به حضیض ناسوت در افتاده و گام به دامان طبیعت نهاده است. این اسیر زندان طبع هرچند به علت تیرگی‌های مادی و شوائب نفسانی از مشاهده جمال و مبدأ کمال محروم مانده است، اما هیچگاه یاد دیار و یار را از خاطر نبرده و دل به این خاکدان نسپرده است که انا لله و انا الیه راجعون. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که انا الیه راجعون. همیشه در آن سوداست که به پای طلب و مجاهدت و به یاری جذبه عشق و مشاهدت سفری معنوی بیاغازد و بر ستیق وصول آشیان سازد، که قرب دوست میسر شود به پای طلب. خداگاهان دانند که وصول به چنین فیضی در گرو امداد غیبی است که گذار از وادی‌های عشق به پای چوبین ممکن نگردد.
و وصول به قرب حبیب به دعوی دروغین حصول نیابد که مددی گر به چراغی نکند آتش تور، چاره تیر شب وادی ایمن چه کند؟ نخستین قدم در وصول به چنین موهبتی ترک هواست و سرنهادن بر آستان رضا و تن سپردن به سرچشمه صفا، زیرا که غوطه در اشک زدم که اهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز. عارف واصل را چون چنین موهبت دست دهد، تایر روحش قفس شکند و قالب به سویی فکند و به بارگاه وصول راه جوید. آینه که از زنگ آلایش جداست، پر شعاع نور خورشید خداست. رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن نور را ادراک کن. فیض حق بر شما صاحب دلان مستدام باد. علی نگهدار